6 ماه گذشت از برپر شدن 2427 ایرانی توی 18 و 19 دی ماه سال 1404. 6 ماه گذشت از دستور رحم نکنید، از آموزش ساخت سلاح، از تحلیل‌های پای منقلی، از تحریک جوان‌های مردم، از قدم زدن ماموران موساد بین شهروندان ایرانی، از شهادت میلینای 3 ساله، از گریه‌های بابای سپهر، از حمله برای تسخیر کلانتری‌ها، از اعداد و ارقام دروغی که هیچ وقت اثبات نشد، از کشته شده‌هایی که جلوی دوربین زنده شدند، از آتش زدن مسجدها، بانک‌ها، فروشگاه‌ها، از رد بدن سوخته جوانی روی فرش مسجد، از سوختن خانم پرستار توی درمانگاه، از آتش زدن پلیس، از آتش زدن بازار زیبای رشت، از آتش زدن پرچم کشورم. از منتظر اون لحظه لعنتی بودم. من منتظر اون وقت لعنتی ام که اون وقت بیاد. از التماس برای کمک‌های بشر دوستانه آمریکا و اسرائیل. 6 ماه گذشت از تمام اون اتفاقایی که پایه‌گذار اصلی تجاوز به ایران شد. 6 ماه گذشت تا اسرائیل هیام به صراحت اعتراف کنه که آشوب‌های ایران کار موساد بوده. تا ترامپ اعتراف کنه به شورشی‌ها اسلحه میفرستاده. تا توله پهلوی با افتخار اعلام کنه که حمله اسرائیل و آمریکا به خاطر تلاش‌های اون بود. میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی توی چمای اخیر، اسرائیل و آمریکا. حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم. آتش اون روزها به جنگ رسید، جنگی که به صراحت گفتن هدفش تیکه پاره کردن ایرانه. روزها در حال گذره و ما عزیزترین هامون رو از دست دادیم. جنگیدیم، مقاومت کردیم، سوگواری کردیم، ولی میدون رو خالی نکردیم، چون ما ایرانی هستیم و تا ابد پای کار وطن میمونیم.